مسئله چهارم موضع الامامه من المعمومین. جای امام نسبت به معمومان، جایگاه امام نسبت به معمومان. پس بدون که سنت است که امام باید از معمومان پیش بگذرد، پیشتر بیستد. پس اگر معمومان، کسانی که از پشت امام اقتدا میکنند، دو یا زیاده از دو باشند، پس آنها حتما از پشت امام ایستند، در پشت امام ایستند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به نماز راست می ایستاد پیش میرفت و یاران پیامبر، صحابگان پیامبر از پشت او می ایستادند، چگونه که در روایت مسلم و ابی داود است که فرمودند ان جابرا و جبارا وقف احدهما عن یمینه والآخر عن یساره. اینکه از شبهای رسول الله نماز میگذاشت، جابر و جبار یکی از طرف راست او صلی الله علیه و دیگری از طرف چپ او ایستادند در نماز. فاخذ بایدیهما حتی اقامهما خلفه. پیامبر چطور کردند؟ پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دستانشان را، دستان هر دوی آنها را گرفتند و هر دوی آنها را در پشت خود قرار دادند. روایت مسلم تحت رقم 3010. و همچنین با حدیثی که ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌نماید، گفتند که ثم یؤم رسول صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میگذاشتند در خانه یا که با ما نماز میخواندند، و نقوم خلفه و نصلی بنا، ما پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم می ایستادیم که بر ما نماز را میخواند، در پشت پیامبر می ایستادیم. روایت مسلم تحت رقم 659. اما اگر یک انسان با همراهی امام نماز بخواند، پس از طرف راست او با همراهی امام یکجا شده نماز را میگذارند، در یک صف، یک جا، در یک قطار ایستاده نماز را میگذارند. لانه صلی الله علیه و سلم اراد ابن عباس جابرا الی یمینه لما وقف عن یساره. و وای مرد را از طرف راستش قرار میدهد اگر یک نفر باشد. میفرماید که زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم ابن عباس و جابر را که از طرف چپ او ایستادن، از طرف چپ پیامبر صلی الله علیه و ایستادن، آنها را گرفت و از طرف راستش قرار داد. ابن عباس هنگامی که با پیامبر نماز خواند، که جابر هنگامی با پیامبر نماز خواند، آنها را گرفت از طرف راستش قرار داد. روایت مسلم تحت رقم 3010. و همچنین جایز است که امام بین مأمومان قرار بایستد اگر در این نیازمندی پیدا شد. زیرا ابن مسعود بین علقمه و اسود نماز خوانده گفتند هکذا رأیت رسول صلی الله علیه و سلم یصلی، یعنی که همین طور من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند، یعنی که در بین انا همون نمازگزاران میایستاد، یعنی که پیش صف، در صف پیش نمیایستاد. روایت ابی داود تحت رقم 613. و بدانید که این کار تنها در حالت ضرور و جایز میگردد که اگر نیازمندی در آن باشد، جای کم است و اما زنها باشد تنها در پشت صفهای مردان میستند، با همراه مردها صف نمیگیرند. با دلیل حدیث انس رضی الله عنهما میگه صففت انا والیتیم وراءه والعجوز من ورائنا، من و یک پسر بچه یتیم پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم صف گرفتیم، یک پیرزن از پشت ما صف گرفت. روایت مسلم تحت رقم 658. این است مسئله چهارم، جایگاه امام و مأمومین.